این ویدیو برای توه. اگه جز اون دسته از دخترایی هستی که فکر می‌کنی کت جین تو فقط میتونی توی پاییز بپوشی، پس تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون میخوام بهت ثابت کنم که اشتباه می‌کردی. از استایل مورد علاقه خودم شروع می‌کنم که واقعاً خاص و یونیکه، ترکیب جین با کراپ و شلوار واید پارچه‌ای. به نظرم این استایل حس راحتی و اعتماد به نفس میده. اگه میخوای استایلت لاکچری و شیک به نظر بیاد، از شلوار واید سفید یا شیری با کت جین استفاده کن. این استایل واقعا خوراک تابستون و احساس خنکی و تمیزی میده. میرسیم به محبوب دل همه. از دامن غافل نشو. دامن‌های ساتن زارا که بی‌نظیره ترکیبش. هم خنکه هم شیک و خانومانه. اگه تینیجر هم هستی که پیشنهاد میکنم با دامن‌های لایه لایه ستش که لذت ببری از استایل پینترستی و جذابه. برای قرارای دوستانه و کافه گردی‌هات کت جین تو با پیرهن بلند بپوش. شرط می‌بندم که مرکز توجه میشی. انقدر که این استایل جذاب و راحت و خنک و اصلا همه چی تمومه. امیدوارم این پست برات مفید بوده باشه. توی پست بعدی میخوام چند تا راهکار بهت بدم که چطوری استایل شخصی خودتو بسازی و با لباس پوشیدنت بدرخشی. دوستتون دارم.